کنم. ولی اتهام به کسی نزنید لطفاً. حداقل تا زمانی که من حضور دارم به کسی که خودش اینجا نیست از خودش دفاع کنه اتهام نزنید. میتونم صحبت کنم؟ آقای دکتر کنگلو، لوگویی که در جنبش من درباره مسائل جناب همایون گفتم من درباره مسائل کودکستانی صحبت نمی‌کنم. اگر درباره نظریه دولت در تبعید، اگر درباره مبنای فلسفیش حرفی داریم بیایم بزنیم. من معتقدم که پروژه دولت در تبعید یه پروژه خوبه، ممکنه شکست بخوره، به هیچ وجه تضمین پیروزی براش وجود نداره، ولی چون یک قرارگاهی است برای تأمین اتحاد بین مردم و پتانسیل اینو داره، من ازش حمایت میکنم و به حیاتش ادامه خواهم داد تا اینی که مطمئن بشم این پروژه شکست خورده و در مقابل اتحاد ایستاده. موقعی که بدونم در مقابل اتحاد اپوزیسیون ایستاده، من خودم از این پروژه کنار میکشم. من در موقعیتی نیستم چیزی رو بسازم یا از بین ببرمش. من معتقدم که فقط کارهایی که با مشارکت همه جانبه مردم انجام میشه قابل انجام دادن و قابلیت انجام کار داره. و اینجوری دنیا اینجوری نیست که من الان بیام جلوی تلویزیون شما در معذور اخلاقی قرار بگیرم و چون شما هی داری اصرار میکنی و تکرار میکنی که چون دولت در تبعید، چون جنبش ما هستیم دیگه کنترل دولت در تبعید رو نداره، باید ما کنسلش بکنیم. من به این نوع به این روش‌های روزنامه‌نگاری به هیچ وجه اعتقاد ندارم. بله، میتونم صحبت کنم؟ خواهش میکنم. عرضم به حضورتون این مطلبی که شما الان جلوی دوربین فرمودین به شهادت بسیارانی که در جلسات متعدد بودن، شما همواره از حضور دوستان جنبش در این ستاد و در این مجموعه شدیداً حمایت کردید، تقدیر کردید، قدردانی کردید. یک. دو، اعضای ستاد دولت در تبعید حتی 1/5 هم عضو جنبش ما هستیم نبودن. همه شخصیت‌های جدیدی بودن، تازه بودن. 3. جناب آقای دکتر کنگلو، وقتی که پروژه هماوا پیش اومد 48 ساعت من، شما و چند نفر دیگه جلسات متعدد تشکیل دادیم که چون فکر میکنیم که این پروژه آمده پس بهتره که پروژه دولت موقت رو متوقف کنیم و شما خودتون هم قبول کردید که من هم آمدم روی جلوی دوربین اعلام کردم با موافقت شما در حضور 10 تا آدم. در مورد پروژه پیمان نوین هم من امروز صبح با شما صحبت کردم. حتما من اشتباه کردم، حتما من سوء تفاهم شده برام. البته کسانی اونجا بودن که صدای شما رو شنیدن و میتونن شهادت بدن. حالا به شهادتشون هم احتیاج نیست که حتی شما آخرین جمله‌ای که فرمودید که بعد از اینکه صحبتمون رو کردیم فرمودید که خدا هم نمیتواند من رو از شما آقای همایون جدا بکند، چه برسد به بنده خدا. هنوزم میگم الان یه دفعه همچین موقع اجازه بفهمید یه همچین شخصیتی که خدا هم نمیتونست از شما جدا بکنه، یه همچین دیو مهیبی از آب در اومد که میخواسته همه ستاد رو ببلعه و همه نمیدونم. اجازه بفرمایید عرضم تموم شد. آقای دکتر اجازه بفرمایید. آقای دکتر اجازه بفرمایید حرفم تموم شد. اصلا دیو مهیب در فرهنگ من نیست. اجازه بفرمایید. نه دارید تعریفی که دارید میکنید که آقا آمدی خواستی اشتباه بچهای جنبش تفلکا بچهای جنبش. آقای دکتر شما صحبت کردین، 5 دقیقه به من اجازه بدید لطفا اگر میشه. ببینید جناب همایون، من به شما گفتم به چیزی که علاقه ندارم، مخصوصا حرفای خال زنک بازی رو در مقابل دوربین تلویزیون ارزش بسیار زیادی داره. مردم دارن گوش میکنن، دارن نگاه میکنن. حرف این اختلاف سلیقه هایی که بین 2 نفر آدمی که دارن خودشون در سطح 2 تا بچه کودکستانی پایین میارن، واقعا نه در شأن شماست، نه در شأن منه و متاسفانه نه در شأن دولت در تبعید. پروژه دولت در تبعید که من تا حالا 500 ساعت دربارش صحبت کردم. بنابراین من میخوام به انتهای این بحث برسم. اگر درباره ایده ها میخواید صحبت کنیم، من حاضرم صحبت کنم. ولی درباره کی چی گفت، کی چی کرد، کی لوگو رو طراحی کرد، کی چی رسد، من به هیچ وجه هیچ علاقه‌ای ندارم. چون همین سازمان این مسئولیت رو به دیگران سپردم و خودم به هیچ وجه نمیخوام به این مسائل من اینجا به عنوان سخنگوی جنبش ملی ما هستیم و برنامه آخرین لحظه اعلام میکنم خانم ها، آقایان، مردم، من در همه این 20 سال گفتم، بازم تکرار میکنم، من و شاهزاده با هم دعوا داشته باشیم،
غرب باشیم، جواب سلام من ایشون نده بده، فرمانده من شاهزاده رضا پهلوی. تشخیص ما در جنبش ما هستیم در تلویزیون کانال این است که الان ایشون به میدان آمده و همه ما موظفیم که در این پروژه‌ای که ایشون مطرح کردن فعال بشیم. من جناب آقای دکتر کنگلو رو یک سرمایه ملی برای ملت ایران میدونم و براشون ما به دلیل اینی که مطالبی که راجع به جنبش گفتن اولین بار من اصلا دارم میشنوم، در هیچ جلسه‌ای، در هیچ گفتگویی ایشون حتی من هیچ چیز بدی درباره جنبش نگفتم. نه جنبش ما هستیم یه جنبش قابل احترامه که من که نگفتم بعد گفتم عزیزم، من که نگفتم بعد گفتم دولت در تبعید حضور داشته باشن، درست حزب کمونیست کارگری، درست مثل من که نگفتم آقای دکتر، ولی نمیتونه ستاد تشکیل باشن. آقای دکتر من که نگفتم کل ماهیت عمل نفی میشه. بسیار عالی، بسیار